او کسی که مسلمان کجاله میفهمه و منافقه. یگانه چیزی که پیامبر خاطی امتش بد میبینه منافقا بد میبینه، برای که امت واقعی رسول الله خیرخواهند. حتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینین که حدیثی گوهر بارشونه که و فی کل کبدین رطبتین اجرون، هر چیزی که جگر داره دوای خدمت که نگو ثواب میگیره. نبین هر چیزی که جگر داره، چارپا رو علف دادنش ثوابه، سگ آب دادنش ثوابه. ما زیاده روایت های داریم در کتاب های صحیحمون که جناب پیغمبر قوم های پیشتر قصه میکرد که مرد آمد لبی چاه، سگی تشنه را دید، موکیاش پری آب کرد، همون را آب داد، سگ از همون نعمت نوشید، خداوند تمام گناهاش درگذشت. و پرسیدن فرستاده خدا آیا ده همین ثوابه؟ جناب پیغمبر گفت هر چیزی که جگری تر داره در او شما خدمت کنید ثوابه. اسلام غم حیوان میخوره. اسلام غم حیوان، مهربانی در حیوان بودن نمیخوره. برای همین چی جای آدم در وقتی جنازمون هممون میپرسن که برادر حق الله یا حق العبد. حق العبد چیه؟ کسی را غیبت کردی، کسی را حقش خوردی، کسی را شپلوق زدی، کسی را گمونی بد کردی، برادر بخششه. این حق العبد بینه که وزبینه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم حق العبد ناراض میشدن مثل قرض امانه جنازش نمیخوندن. انا همین دنیا دا این ماه رمضان میبیه برادرای عزیز نمیجم میشینیم باید ما حق العبد نداشته باشیم، بخشیم. اکثریت کارو با توبه حل نمیشه، برفته با بخشش او انمو توبه او. یا آدم یا شفلاق زدیم بخیر نمیشه که ما توبه کردیم، نه رفته بخشش برسیدن در کارای. یک انسان بنا حقش خوردی، من توبه کردم، نه میری برادر ما حق تدمی کار کرده بدیم، آیا تو راضی یا نه؟ یه نبیو همین خیل بسیاری کارا را توبهش با کردن های. الحمدلله اینا بالای سر مونده مای بزرگ میبیو، اینا همین مای انسان ساز های، آدم ساز های. قدم مسلمان همش برکت های. بسیاری چیزایی هسته که در این دنیا ما در رنگ اهل دنیا و مال دنیا میتوه، لیکن سرتاپا در آخرت نعمت های. یک تاش مثل زنگیری در نظر ما گمان میکنیم که راحت های، معیشت های، آغوش های، این های، فرزندشوی های. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن هر کسی که اگر نفسش در راه حرام شکنه عذاب میکشه. گفتن بله. گفتن اگر همون را در راه ثواب شکنه، گفتن با ثواب داره. این نعمت های، عبادت های. زنکن نان دادنش عبادت های، آغوشش عبادت های، نصیحتش عبادت های. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن بوی کودک بوی بهشت های. من همین چخلاق را بکشه، همین آدمی که چخلاق داشتگی باشه 5 ماه و 4 ماه بدن همو را بکشه، یگان بو رنگی بوی هم مزه نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که بوی کودک چخلاق بوی بهشت های. این نعمت های. حتی یکی از سببای قبول شدن دعا در حالت دعا در پیش اگر کودکی بگناه باشه که گوی پروردگار به حق همین طفلی بگناه که این همین جای سوده. این نعمت ها را خداوند به ما و شما داده. انا همین قدر نعمت ها را باید فکر کنیم که تماشای مسلمان ثواب، خوردن مسلمان ثواب، نان دادن مسلمان ثواب، آغوش مسلمان ثواب، دختر مسلمان به نکاح درآوردن ثواب. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن هر مردی که 2 تا دخترشه با آبروی شریعتی اگر شوهر تیه، شوهر از او راضی باشه، خسر خشتامنش از او راضی باشه، بین من و بین همون مردک در بهش این همه قدره که حتی این گفتن نمیخواه کردن. ما این نمی قیم گفتن قطعی هم خودم دختر بونی کردن در همین زمین اجره که پاکی رسول الله میگردیم. هم یک دختر 17-18 سال بونی میکنیم، یک جوان مرد میبروریم میتیم، همون جوان مرد مسلمان راضی های دختریم و خسر خشتامنش راضیم و بیشتیم. سرتاپا همه نعمت های. پیغمبر ما قدومش رحمت های، امتش رحمت های، خوردن امتش رحمت های، خنده امتش رحمت های. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن به یک اعتراض، فقیرای صحابه گفتن فرستاده خدا
همین دنیا دا چقدر ثروتمندو پیشن، در آخرت هم او پیشم بهترین قربانی را میکنن، نمازشان آرامه، همه جا دا دستشان میرسه. و ما فقیرم، همین عبادت ها موندم کمبوتیه. و جناب پیغمبر میگه نظر کردن، گفتن شما فقط همون حمیره میبینی عبادت؟ گفتن الحمدلله تون عبادت های، سبحان الله تون عبادت های، الله اکبر گفتن تون عبادت های، حتی تبسمک فی وجه اخیک صدقتون، در روی مسلمان خند صدقه. این همی در روی مسلمان خند، مسلمان دست و دست همی دست سلام داده، یک خندیده سلام که برابر دی همی یک مول صدقه کردن هرش یک های. خندیدن در روی مسلمان صدقه. افسوس که امروز بسیار انسان ها خنده را گم کردگیان. همین خیلی بیان میگه که در یگان افتاب گشته سن قوقا کشول، میگه در افتاب گشته سن در پیش آدم. این مسلمان چهرش نیست. قرآن میگه اشداء علی الکفار، این مسلمان ها در کفر در نوعدالتی قوق میگیرانن و رحما و بینهم، بین یکدیگریشان خیال میکنه که از یک اوتا وچه به دنیا آمدگیان. ما بین من صفامون باید رنگی یک پدر و مادر به دنیا آمدگی باری باید خندیم در یک دیگریمون. ما در کاری نوعدالتی، به انصافی، در کاری نافرمانی خدا و رسول باید قوق گیرانیم، نسبت یک دیگری ما باید تبسم کنیم. پیامبر اکرم میگه خنده در روی برادرت میگه صدقه. این همین چقدر برادر ما صدقه داد یک تا باب در روی هر یک تی ما خنده با انم قدیگه صدقه ثواب میگیره. این وعده خدا های الله جل و علا شانه. ثواب میگه به اندازه یک دانه سنبله گندم شما میپرتوی، از یک دانه گندم میگه 7 دانه خوشه میبرو، هر یک خوشه تا 57 تا 70 دانه داره. اینا بینین که یک دانه چند دانه میته ثواب میگه میای. یک دانه مکجگاری چند دانه مکجگاری میته، حسابی را خدا میدونه، ثواب نمیای. حضرت ابو هریره را پرسیدن که در عهد رسول الله مصافحه بود؟ گفت بله. گفت مصافحه چیه؟ گفت کف به کف سلام میکردیم و میمالیدیم خوبی. بعد از اون رسول الله گفت که هر مردی که تصافح رجلانی، دو مرد دست به دست سلام میکنن، کفای دستشون از دیگری جدا کردند، خداوند همه گناه های خودشون میبخشه. سلام مسلمان رحمت های، آغوش مسلمان رحمت های. پروردگار در خاندان عزت و ابرو زیاد کنه و شاید سبب شوه که زنش در خونش آمدن برابر برکت بیاره. بسیار انسان رو قدمشون نحس می شوه، و جای اومدن به جای رحمت شوه، عبادی شوه، برعکس یک بار جنجال زیاد می شوه، یک بار خبرکشی زیاد می شوه، یک بار بین برادرها قهرگی زیاد می شوه. اینا رو ما در تجربه بسیار دیدیم. فقط دعا کنیم در حق همی کلینو که خدا قدمشون برکت کنه، همی بیاید سرجمی شوه، صداقت شوه، رحمت شوه. حضور جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صحابه میبیام میگه فرستاده خدا، میخواهم که صاحب فرزندای خوشرو، صاحب فرزندای به تقوا شوم. جناب پیغمبر میگن که بچم خوردن تا حلال که. و میگه برای چی؟ میگه بچم وقتی خوردنت که حلال که باشه، خدا نطفه تخم تر حلال میکنه. تخم که حلال شد همه گفتگیت به دنیا میبیاید. در یگان جای دنیا ما یک صحیفه نمیابیم که ایفن دنیا درباره حلال حرام گپ زنه. یگانه چیزی که برای حلال حرام گپ بزنه اسلامه. دنیا بسیار پیش رفت، من فنی متماتیک و فیزیک و شیمیا و همش بینه یگان ورق برای حرام حلال میابیم، فقط برای پیشروی خلاص. یگانه دینه که ما را اینقدر تاکید میکنه که تخم تونه تازه کنه اسلامه. گفت امام غزالی که دنیا خواه و اسلام بیداره. یکی ای بیداری اسلام همینه که همه ما را فقط میگه برادر رو حلال خره، حلال پوشه، حلال گوه، حلال بوکشه. برای همین همه این تاثیر داره. حضرت رومی ارواحش نمرم میگه قرض است کرده های تو بر دوش روزگار. همین چیزی که در دنیا میمون میکنی میگه و قرضه، میگه قرض است کرده های تو بر دوش روزگار، آید به وقتی خیش آن دم ادا کند. هیچ محل نگویم که
در این دنیا یک کج کردیم و یک ظلم کردیم و یک عمل ناشایسته کردیم و به جواب نه، وقتش قدی جوابش میگیریم. برای همین این پیامبر اومد ما را میگه نیکی کنی، برای همین رسول الله اومد ما را میگه راست گرده، راست گوه، راست خره، راست پوشه، حلال خره. در 131 جای قرآن الله جل و علا شانه میگه بیادیک الخیر، درگاه من همش خیره. در یگان جا نیومده که خدا گوه درگاه من بده، درگاه ما خیره میگه. برای همین معرکه خیره، قدم مسلمان خیره، سلام مسلمان خیره، آغوش مسلمان خیره، نفس مسلمان خیره. یک نعمت های دینی ما داره، یک بزرگی های داره. برای همین نصیحت من همینه برادر عزیز که خدا مبارکت کنه توی